السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال ما. پیش از همه یاردونری لایک به پول و بعد پیش از سرامی جخیم برادران عزیز در بانک‌های تاجیکستان 21 اوروز 1000 روبل 868 сомон، доллар 12.25، евро 12.31 در همه بانک‌های تاجیکستان. بانک اسخط، الف بانک، سپیتامین بانک، کاسترومر بانک، بانک بین‌المللی، بانک ملیوی خود، هما، بانک بین‌المللی تاجیکستان، کاسترومر بانک، کامرس بانک، آریان بانک و دوشنبه سیتی روز 3 روز شده است که بالا شده است، یعنی 1000 روبل 168 سومون هست.